أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب صرف میر 11 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 12 را از این کتاب صرف میر به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که فصل درباره اجوف یائی می باشد. پیش از اون که این فصل را بخوانم، اولا ما و شما درس گذشته اجوف را شروع کردیم که گفتیم اجوف به دو قسم تقسیم می شود: اجوف واوی و اجوف یائی. اجوف واوی گفتیم از دو باب می آید. یکمش را گرفتیم که از باب نصر ینصرو می آید به مثل قال یقول، و اکنون امروز ما و شما اجوف یائی را می گیریم. دویم اجوف واوی را که دویم از کدام باب می آید در آخر درس اگر فرصت شد بیان خواهم کرد. خوب دقت بتید، صاحب کتاب می گوید که اجوف یائی، ببینید اجوف یائی از باب فعل یفعلو، پس از باب چند بود است؟ ضرب یضربو، از باب دویم. اجوف یائی میگه از باب دویم می آید. مانند چی؟ مانند البیع. بیع یعنی فروختن، خوشم نوشته است که فروختن و خریدن. اصل در لغت معنای بیع خرید و فروش را میگویند، اما امروز در بین عرب مشهور همین است که بیع فقط فروختن، اما در اصل لغت بیع هم خریدن را میگویند هم فروختن را میگویند. و شراء هم همین طور است، شراء خریدن و فروختن، اما عرب امروز بیع را خاص فروختن قرار میدهد. امروز در بین عربا وقتی بیع میگن، باع میگن یعنی فروخت، فقط فروختن رو میگویند. اشترا میگویند فقط خریدن رو میگویند. ببینید اشترا یعنی فقط چی؟ خریدن. خب صاحب کتاب میگوید که البیع فروختن و خریدن، ماضی معلوم باع باعو هست. دقت بتید، ما و شما درس گذشته قاله را گرفتیم، گفتیم اصل باب در برمیگردیم. اول میگوییم که باع از باب ضربه هست. دقت بتید، از باب چی است؟ ضربه. باع از باب ضربه هست. وقتی که از باب ضربه کی هست، پس ما میگوییم که باع در اصل بیع بوده است. بیع. دقت دادید، زیرا اینکه از باب ضربه هست، باع از دویم باب است، پس بیع بوده است. ما چیکار کردیم؟ این قاعده را دیگه میدونید شما. یا گفتیم یا واو، دو حرف واو یا که حرف یا اگر متحرک ما قبل مفتوح باشد قلب به الف می شود، پس می شود چی؟ باع. دقت دادید، این الف اصلش نمین یا است، این یا را ما قلب به الف کردیم شد باع. پس 14 صیغه‌اش به این طریق می شود که باع باعو باعت باعتا، 5 تاش با الف می شود. رنگی در قاله گفته بودیم 5 تاش الف دارد. اکنون از 14 صیغه فعل ماضی معلوم 6مش الف از بین می رود و بیع نمی شود. بیع نه، رنگی گفته بودیم کل نمی شود. قال قالا قالو قالت قالتا کل نه. اما این باشد باع می شود باع باع باعو
باعت باعتا بیعنا. اکنون چرا بیعنا گفتیم؟ بیعنا در اصل از باب چی است؟ ببینید میگیم که ضربنا، یعنی که زدند ویها زنها. اکنون من میخواهم بگویم که فروختند ویها زنها، فروختند یا خریدند ویها زنها. چی طور میگویم؟ با مثل این اصل دا میگویم، نگاه که نه. اصل چی بوده است؟ نه. اصل بیعنا بوده است. اکنون چی کارش کردیم؟ یای مفتوح یا یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف میکنیم. چطور که اینجا کردیم؟ پس میشود باع. دیدید؟ باع نه. دقت بتید در اینجا چی شد؟ در اینجا شد با این ساکین است، عین ساکین است. چطور که آخر علام کلمه عین ببینید ساکین است. پس شد باعنا. دقت دادید؟ باعنا شد. به سبب التقای ساکینین ما الف را حذف میکنیم. به سبب التقای ساکینین الف حذف میشود. پس چی میشود؟ بعنا. ببینید بعنا میشود. وقتی که بعنا که شد ما نگاه میکنیم که باع از باب دویم هست، از باب دویم هست و حرفی که در اینجا الف بود اصلش یا است محذوف. یگان دلیل نداریم که ما اشاره بکند که همینجا در حرفی که حذف شدگی است یا است. پس به خاطر دلالت بکند که همینجا در یا حذف شدگی است، حرکت این رو میگیریم و کسره، یا یک تا دیگر بنویسیم و کسره اش میتیم. و چیکارش میکنیم؟ کسره اش میتیم. بعد در آخر میشود که بیع. ببینید بیع نه. بیره چیکار میکنیم؟ کسره میتیم. این بیره کسره میتیم. پس میشود بیعنا. چرا که ما بیره کسره دادیم؟ به خاطر اونه که دلالت کند که همینجا در حرفی که حذف شدگی ای بین بی و عین، یعنی که عین کلمه همین حرف یا است. برای همین خاطر چرا در قاله میگفتیم کل نمیگفتیم؟ یک از بگه برای چی و قل نباید شود؟ چرا کل نگفتی؟ به خاطر آنه که در اینجا واو حذف شدگی است، برای قاف دمه دادیم تا اینکه دلالت کند که واو حذف شدگی است. اینجا در بیر کسره دادیم تا اینکه دلالت کند که یا حذف شدگی است. آسانک. دقت دادید؟ بیعنا دیگه تا آخر همین طور میشه. بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتی، بیعتما، بیعتن، بیعتو، بیعنا تا به آخر. دقت دادید؟ پس این هست. خب میبینیم اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که اجوف یایی از باب فعل یفعلو البیع، فروختن و خریدن، ماضی معلوم باع، باعو تا آخر. چطور گفتیم 14 صیغه اش را. اصل باع میگد بیعه هست. اصل باع چی بوده است؟ بیعه. اصل باع میگد بیعه هست. اصل باع بیعه بود. یای متحرک ما قبل وی مفتوح یا را به الف بدل کردن. میگه که یای متحرک ما قبل مفتوح یا را به الف بدل کردن، قلب به الفش کردن. خب قلب به الفش کردند، باعه شد. چطور که شما دیدید باعه شد. میگه که پس باعه شد. و در بیعنا تا آخر، در این بیعنا دیگه تا آخر تا 14 صیغه، تا 14 هم صیغه را گفتیم بیعنا، بیعتا، بیعتم، بیعتم، بیعتی، بیعتم، بیعتن، بیعتو، بیعنا. انکون در آخر باقی موندهاش میگه چیکار کردیم؟ در بیعنا تا آخر چون الف به التقای ساکینین بیافتاد. الف به التقای ساکینین بیافتاد یعنی که الف میگوید. ببینید اصل باع بود، نه الف داشت. زیرا که ما یا را اصلا الف کردیم. اکنون الف داشت. وقتی الف کی داشت پس به سبب التقای ساکینین الف غلطید، افتید، شد بعنا. دقت دادید؟ چی شد؟ الف وقتی گرفته میشه و بعنا بیافتاد. فتحه با را به کسره بدل کردند. اکنون میگه
فتحه با را به کسره بدل کردند. چرا بدل کردند؟ صاحب کتاب میگوید چرا بدل کردند؟ تا دلالت کند، تا اینکه دلالت کند، یعنی که راهنمایی کند ما را، یا نشانه باشد که بر آن که عین فعل که افتاده است یا است نه واو، عین باب که افتیدگی است یا بوده است و نه واو. برای همین خاطر در اینجا چی را بیرم و کسره دادیم. دقت دادید؟ چطوری که در قالده قاف را گفتیم که دمه دادیم تا اینکه دلالت به واو محذوفه بکند. خب اکنون فعل ماضی به همین با آخر رسید. فعل ماضی با آخر رسید. میگذارن در مستقبل معلوم. مستقبل معلوم یعنی فعل مضارع معلوم. یبیعو، اکنون یبیعو چیکار کردیم که یبیعو شد؟ دقت بدید. میگد که ضربه فعل ماضی مضارعش چی میشود؟ یضربو. دقت بدید. یضربو، یضربو. اکنون بیعه اصلش میگیریم. بیعه را در اینجا بیاریم به مثل این چطور میشود؟ یبیعو، یبیعو. دقت دادید؟ حرکت ها را ببینید یک خیل است، زیرا که باب هردش یک است. باب دوم که هست حرکت های هردش یک خیل است. دقت بدید. میگه که یضربو، یبیعو. چه کارش میکنیم؟ چطوره که در یک ولو میکردیم که واو حرکت در قبل میدادیم برای قبلش ساکن بود، در این جمع میبینیم که یا حرف علت است، ضعیف است، وزن محوج کردن نمیتواند، پس حرکت کسره یا حرکت خودش وزمین است. پس حرکت ما میگیم پیش از خودت آدم صحیح و سالم هست، جوان هست، حرف صحیح حرکت اوج کرده میتوند، به قوت است. بیا تو را میگیم یا را کسرش در چی میتیم؟ در ب میتیم. پس چی میشود؟ دقت بدید. پس ببینید چیکارش کردیم. وقتی که ما ب را کسرش یا را کسرش در ب دادیم، حرف باده که دادیم، این خودش چی میشود؟ ساکن میشود. وقتی حرکت چه بگیری حرف ساکن میشود. پس میشود یبیعو. یبیعو فعل مضارع است. خلاص همین قدر کار میکنیم دیگه، اون کار دیگر ندارد. در فعل مضارع کردن همین قدر کار دارد. پس 14 صیغهش میشود یبیعو، یبیعانی، یبیعون، تبیعو، تبیعانی. 5 تاش با یا گفته میشود. اکنون در صیغه 6 میریم میگیم یبیعنا. چی میگیم؟ یبیعنا. دقت بدید. یبیعنا اصل به مثل چی است؟ به مثل یضربنا، یضربنا. پس اصل می شود یبیعنا. ببینید یبیعنا. یا حرکتش وزمین که بود، در حرف یا حرف علت است، حرکت وزمین است، در ما قبل دادیمش. وقتی که حرکت یا را ما در ما قبل بتیم چی می شود؟ یبیع. التقای ساکنین شد. دیدید؟ التقای ساکنین که شد، پس ما یا را حذف کردیم. یا را حذف کردیم شد یبیعنا. یا دیگر نیست، یبیعنا. و در اینجا یا حذف می شود. پس ما میگیم در دوامش مخاطب ده میگیم تبیعو، تو میفروشی یک مرد. تبیعو، تبیعانی، تبیعون، تبیعین، تبیعان. این 5 تا مخاطب هم همچنین به یا گفته می شود. پس جمع مؤنث مخاطبات میگیم تبیعنا، به مثل همین. اصل تبیعنا بود، یا را حرکت در ما قبل دادیم شد تبیع، التقای ساکنه شد، یا را حذف کردیم شد تبیعنا. دقت دادید؟ در مخاطب مؤنث یعنی میفروشید شما زنها. تبیعنا میفروشید شما زنها. ابیعو، نبیعو با این حرف یا گفته می شود. این یا حذف نمی شود در ابیعو و نبیعو. خب میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگه مستقبل معلوم یبیعو، یبیعانی تا آخر. 14 صیغه‌اش گفتیم نه؟ یبیعو، یبیعانی، یبیعون، تبیعو، تبیعانی، یبیعنا. یا حذف شد. تبیعو، تبیعانی، تبیعون، تبیعین، تبیعانی، تبیعنا. یا باز حذف شد.
ابیع نبیع. پس در دو جای فعل مضارع یا حذف می شده است. خب میگوید که تا آخر اصل یبیع یبیع بود. ببینید اصل یبیع یبیع بود. دیدید یبیع. خب چیکارش کردیم؟ کسره بر یا ثقیل بود. این کسره در حرف یا وزمین که هست ثقیل که بود با ما قبل دادند پیش خودش حرفی صحیح و ساکن که بود حرکتی را دری دادیم. ببینید حرکت یا را گرفته در حرف صحیح دادیم شد یبیع. بس میگد که یبیع شد. و در یبیعنا و تبیعنا، یبیعنا یا تبیعنا، یبیعنا یعنی که میفروشن ویها زنها یا تبیعنا میفروشید شما زنها. همین دو صیغه اشده میگوید که چی شد؟ در یبیعنا و تبیعنا یا به التقای ساکنین افتاد، یا این یا را گفتیم که به التقای ساکنین بین عین ساکن یا ساکن دو تا التقای ساکنین یا می افتاد یا حذف می شود. یا میگد التقای ساکنین افتاد به التقای ساکنین افتاد. خلاص دیگه همین قدر کار شد. میگد یبیعنا و تبیعنا شد یا که افتید. چطوری که را توضیح و خوب بیانش کردیم. خب اکنون میگد که امر حاضر فعل ماضی و فعل مضارع 14 صیغه ایش بیان کردیم. اکنون میگذاریم در فعل امر. این را حذف میکنیم از سر نو برای نوشتن. دقت بدید که صاحب کتاب مسئله فعل امر گرفتن از با یبیعو برای ما تعلیم میتید. میگد که امر حاضر معلوم میشود بیع. خلاص رنگ قال یقول میشد قل. این بیع میشود. خلاص خب چی کارش کردیم؟ اولا این از کدام باب است گفتیم؟ از باب دوم. ضرب یضربو. یضربو فعل امرش چی میشود؟ از تضربو میگیریم. نه تضربو. دقت بدید تضربو. پس از باع یبیعو باید بگیم که از تبیعو میگیریم. تبیعو یعو تبیعو. حرکت را دقت بدید. یعو ریبو. دقت بدید تضربو یعنی تبیعو. چی کارش میکنیم؟ دقت بدید. ما گفتیم اولا نگاه میکنیم حرفی چی است؟ حرف مضارعت. حرف مضارعت رو میگیریم. دقت دادید؟ حرف مضارعت رو میگیریم. حرف مضارعت رو گرفتیم. از این هم حرف مضارعت رو میگیریم. وقتی ما حرف مضارعت رو گرفتیم بعد حرف مضارعت ساکن است. عرب با ساکن تلفظ کردن نمیتواند. احتیاج به همزه وصل داریم. همزه وصل هم میاریم. پس میگیم همزه وصل بیاید. همزه وصل آوردیم. پس نگاه میکنیم که عین باب کسره است. ببین عین باب کسره است. پس همزه وصل کسره میتیم. پس میشود یضرب. آخرش حرف صحیح که است ساکنش میکنیم. اینش هم همچنین ساکن میکنیم. پس میشود یضرب. یضرب بزن تو یک مرد. این پره شد. این یگان چیز دیگه ایمان طلب نمیکند. لیکن ابیع دقت دادید ثقیل است وزمین است. پس عرب میگوید که ما یا را حرکتش در قبل میتیم. دقت بدید یا را میگه حرکتش در کجا میتیم؟ در قبل. پس ببینید این یا ببینید این یا را میگه حرکتش در قبل میتیم. پس ما حرکتی یا را در حرف ب میتیم. میشود حرکت این را میگیریم این ساکن میشود. میشود ایبیع. دقت دادید چی میشود؟ ایبیع. وقتی ایبیع کی شد ما ب بعد حرفی بعد همزه وصل بعدش متحرک حرکت کی گرفت ما مستغنی یعنی دیگر احتیاج به همزه وصل نداریم. پس همزه وصل میگیم خوش آمدی تو دیگر برای ما در کار نیستی. در اینجا همزه وصل بردیم شد چی؟ بیع. در این بیع التقای چی شد؟ ساکنین. التقای دو ساکن شد. پس چیکار میکنیم؟ پس ما میبینیم که التقای ساکنین شد. پس یا را حذف میکنیم میشود چی؟ بیع.
دقت بتید بیع. خلاص فعل امر شد. بیع فعل چی است؟ فعل امر. پس انا همین طریق فعل امر از باع یبیع گرفته می شود. از باع یبیع به همین طریق گرفته می شود. پس صاحب کتاب میگوید که امر حاضر معلوم بیع در اینجا یا حذف شد، بیع یا بر میگردد. پس میگیم چی؟ دو کسه باشد بیع بفروش، تو یک کس، دو کس باشه میگیم بیع. بیع یا برگشت. چرا؟ زیرا دیگه در اینجا التقای ساکنه نیست، عین حرکت قبول کرد. عین حرکت قبول کرد یا بر میگردد. بیع بیعو بیعی بیعا بیعنا. در اینجا یا همچنین حذف میشه و در جمع مؤنث، در جمع مؤنث چی میگوییم؟ میگوییم که بیعنا. بیعنا با عین ساکن که شد التقای ساکنین شد. التقای ساکنین که شد یا را حذف کردیم شد بیعنا، یعنی بفروشید شما زنها، بفروشید شما زنها یا بخرید شما زنها. خب میگه که امر حاضر معلوم بیع بیع بیعو تا آخر. تا آخر یعنی 6 صیغه را بگو. بیع بیع بیعو بیعی بیع بیعنا. ششم صیغهش بیعنا. 6 صیغه دارد فعل امر حاضر. اکنون میگوید و اعلال بر آن قیاس است که در قل گفته شد. در قل گفته بودیم میگه به مثل همون است. در قل عیناً همین کارا کرده بودیم، نه گفتیم او قبول میشود. او قبول از تقولو میگیریم، او قبول میشود و واو حرکت در مقابل مت میشه، اقول التقاء ساکنه میشه، واو حذف میشه و از همزه مستغنی میشیم. چطوره که در اینجا مستغنی شدیم، همزه را حذف میکنه میشه و قل. همون کار است میگه در اینجا. اینجا ما همین کارا کردیم. ببینید به مثلی بر قیاس قاله است، یعنی قل چطوری بود انا همون طور میشود. گفته شد بانون ثقیله، بانون توکید ثقیله. اینجا نون ثقیله نوشته، یعنی بانون توکید ثقیله. میگویم که بیعن. اکنون چیکار شد؟ اکنون وقتی که ما نون توکید که درآوردیم اینا ما حرکت میتیم، نه بیعن. اکنون یا بر میگردد یا با میآید. رنگی قاله دا قول گفته بودیم قولن و بر میگردد. اینجا دم بیعن یا برگشت. چرا؟ برای التقای ساکنین دیگر نیست. وقتی که التقای ساکنین نیست بر میگردد، چیزی که ما حذف کرده هستیم دیگه احتیاج به حذف کرده دلیل نداریم که ما او را حذف کنیم. دقت دادید؟ پس میشود بیعن. عین رو چیکار میکنیم؟ حرکت میتیم میشود بیعن. پس 6 صیغهش با نون توکید ثقیله میشود بیعن بیعانی بیعون. واو حذف میکنیم بیعو، واو ضمیر جمع مذکر حذف میکنیم بیعون. بیعین یا مخاطبه مؤنث حذف میکنیم بیعین بود، یا را حذف کردیم. پس میشود بیعین بیعانی بیع نانی بیع. اینجا الف دیگر میریم نانی نون کسره میتیم بیع نانی. پس میشود چی؟ 6 صیغه فعل ماضی با نون 6 صیغه امر حاضر با نون توکید ثقیله. با نون توکید ثقیله 6 تای امر حاضر با فضل و بزرگی الله با آخر رسانیدیم. با نون خفیفه. اکنون نون توکید خفیفه را بیان میکند. نون توکید خفیفه گفتیم در فعل امر فقط در 3 صیغه می درآید. همین طور نبود؟ گفتیم در 3 صیغه می درآید. در کدام است؟ ببینید ببینید بی عن. این نون توکید ای خفیفه، ای ثقیله است، ای خفیفه. پس می شود بی عن، یعنی حتما تو بفروش یک مرد. ما عین رو چکار کردیم؟ فتحه دادیم. برای چی؟ به خاطر آنه که نون توکید در مفرد مذکر ما قبل خودش را فتحه طلب میکند. پس می شود بیعن یا برگشت. برای التقای ساکنین دیگر نیست، عین حرکت دارد. ای بیعن بفروش تو یک مرد. اکنون بیعون. ببینید بیعون اینجا در اصلش این طریقه است بیعو
بیعو التقای ساکنین شد با واو. پس ما دیدیم ما قبل واو دم است دلالت میکند به واو، پس واو رو حذف کردیم شد بیعون. دیدید شد چی؟ بیعون. پس بیعون یعنی بفروشید شما مردها. ای واو مردها، شما مردها. پس اگر که ما این را کسره بتیم بیعین، اصلی بیعین این طریق بود بیعین. ببینید بیعین بیعین التقای ساکنین شد بین یای تو زن و بین نونی توکیدی خفیفه. پس ما دیدیم که پیش از یای مؤنث یای مخاطبه کسره هست دلالت میکند به یا. پس ما یا را حذف کردیم گفتیم بیعین. خلاص بیعین شد بیعین یعنی بفروش تو یک زن. بفروش، حتما بفروش تو یک زن. این نون چی بود؟ نون توکید خفیفه. پس با این طریق در همین سه صیغه نون توکید در امر حاضر می دراید و خلاص. بیعن بیعون بیعین. پس همین حرکت عینت بیعن گفتی بفروش تو یک مرد، بیعون گفتی پس این می شود بفروشید شما مردها، بیعین گفتی پس این می شود بفروش تو یک زن. به این طریق گفته می شود. اکنون میگذاریم به امر غائب. امر غائب لیبیع لیبیع لیبیعو. لیبیع به مثل چی است؟ به مثل دقت بتید لیبیع به مثل لیضرب لیضرب لیضرب. باع یبیع را اگر درجه بیارم باید بگیم که لیب یعو. اصل می شود لیب یعو. اکنون چیکار میکنیم؟ یا چرا که در اینجا کردیم یا متحرک حرکت بر یا ثقیل است، حرکت یا را در ب میدیم پس می شود لیبیع. ببینید به این طریق ببینید وقتی که ما حرکتی یا را در ب ساکن دادیم می شود لیبیع ساکن. این لام آخر جزم میکند پس می شود ساکن، می شود التقای ساکنین. دیدید التقای ساکنین. پس میبینیم پیش از یا کسره که است دلالت به یا میکند، یا را حذف میکنیم می شود لیبیع. یا را حذف میکنیم یا میرود از بین می شود لیبیع. لیبیع یعنی باید بفروشد و یک مرد. پس میگیم لیبیع لیبیع. اکنون دو تگکی کردیم مثنی ده یا بر میگردد یا بر میگردد چطوری که در بیع ده برگشت. بیع ده مفرد ده حذف شد بسبب التقای ساکنین و بیع ده وقتی که عین ما حرکت که میتیم به مثل این و یا بر میگردد می شود لیبیع لیبیع لیبیعو لتبع لتبیع لیبیعنا لیبیعنا. این چی است؟ امر غایب، شش صیغه غایبش. و لابیع لنبیع در اینجا هم یا حذف می شود. لابیع برای عین ساکن که شد یا حذف شد. لابیع لنبیع همچنین عین ساکن که شد یا حذف می شود در متکلم و متکلم مع الغیر. میگوید که لیبیع 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 تا آخر چطوری که 8 صیغه‌اش رو گفتیم. با ثقیله گویی، با نون توکید ثقیله. اگه ما میخوایم که در امر غایب نون توکید ثقیله را همراه کنیم چیکار میکنیم؟ نون توکید ثقیله را میاریم. این نون توکید ثقیله، نون توکید ثقیله در مفرد در یک تگه گفتیم ما قبل خود چی طلب میکند؟ فتحه. پس دیگه این یا می ایستد، یا را حذف نمیکنیم. پس میگیم لیبیعن. نون توکید در 8 صیغه امر غایبی
بالام می درآید. امر معلوم غایبی بالا می درآید. پس میگیم لیبیعن، لیبیعان، لیبیعن. واو حذف میکنیم، او نبود، واو حذف کردیم و مثل این لیبیعن، لتبیعن، لتبیعان، لیبیعنانی، لیبیعن، لنبیعن. این یا دیگر همش می ایستد، حذف نمی شود در یک اونجا. چرا؟ زیرا که این آخری حرکت، آخری حرف حرکت قبول میکند. بعد دیگه التقای ساکنین نمی شود. التقای ساکنین که نشد پس یا بر میگردد یا می آید. خب میگد که با ثقیله گویی، یعنی با نون توکید ثقیله گویی که لیبیعن، لیبیعانی. و نون برای چی کسره دادیم؟ در درس‌های گذشته گفته بودیم برای مشابهت به مثنا التقای ساکنین شد. چرا حذف نکردیم؟ به خاطر چی گفتیم این را؟ به خاطر مشابهت به مفرد نشود. اگر الف حذف کنیم برای التقای ساکنین لیبیعن نمیشود، با همون مفرد میشود. از این حساب در جای الف میمونیم، میشود لیبیعانی. این را کسره میتیم. برای نون بعد الف آمدگی است، مشابهت به یضربانی کسره که دارد، این همون مشابهت به همون. و التقای ساکنین شد بین این الف و بین نون، الف حذف نکردیم، علی غیر حدیه است اما حذف نکردیم. برای چی؟ اگر این را ما حذف کنیم با همون مفردش میشه، یک کس. برای خاطر الف می ایستد تا اینکه دلالت کنه که دو کس. لیبیعن، لیبیعان، لیبیعن، لتبیعن، لتبیعان، لیبیعنان، لیبیعن، لنبیعن. 8 صیغه امر بالام یا امر غایب با نون توکید ثقیله تا آخر میگد. چطوری گفتیم؟ با خفیفه، با نون توکید خفیفه میگوی که لیبیعن، لیبیعون. پس در 5 تاش میدارد. از 8 صیغه امر بالام در 5 تاش نون توکید خفیفه میدراید. پس میگوی لیبیعن. ببینید پس این را نون توکید خفیفهش میکنیم، میشود لیبیعن یا برگشت. برای عین ما حرکت دادیم. لیبیعن یک مرد، یعنی که باید بفروشد و یک مرد. فقط این را اگر دمه بتیم میشود لیبیعون، بفروشد، باید بفروشد ویها همه مردها. به چه طوری که در اینجا گفتیم. اگر که این عین رو کسره بتیم میشود لیبیعین، باید، معذرت میخوام اینجا کسره قبول نمی، اینجا دا لتبیعن میشود، یعنی باید بفروشد ویزن تقت سر میشود لتبیعن. اینجا لیبی عین کسره را قبول نمی کند در اینجا، برای امری غایب است، مخاطب نیست، امری غایب است. اکنون میگه با خفیفه لیبیعن، لیبیعون، لیبیعین کردگی است در اینجا. کسی که این کتاب را دارد این غلط است، لیبیعین نمی شود، لتبیعن می شود. چطوری گفتیم که این را ته بکنید؟ چطوری که در این کتاب نوشتگی است، ای کسی باشد اگر ای کسی لیبیعین نوشتگی باشه غلط است، بگیرید در کتابتون بکنید که لتبی، ببینید لتبیعن، انا همینطور لتبیعن درستش این است. اما لیبیعین این غلط است، این خطا است. خب امری لابیعن، لنبیعن، دو تا متکلم، لابیعن، لنبیعن، با همین خلاص شد امر بالام با نون توکید خفیفه و ثقیله. میگذاریم در نهی. در نهی لا تبیع، لا تبیع، ببینید لا تبیع یعنی نه فروش تو یک مرد، لا تبیع یعنی نه فروش تو یک مرد. ببینید لا الا لا چه ناهیه است. تبیع اصل تبیع بود، تبیع بود، اما لا که در آمد آخر جزم کرد، ساکن میکند، به سبب التقای ساکنین یا حذف میشود، پس میشود لا تبیع. دیدید نمیتونه لا تبیع، نفروش تو یک مرد. از غایب شروع میکنیم، فعل نهی را از غایب شروع میکنیم، میگیم که لا یبیع، به مثل همین میشود، یا را حذف میکنه به سبب التقای ساکنین. لا یبیع، لا یبیع، اکی یا بر میگردد باز، لا یبیع، لا یبیع، لا تبیع همچنین یا حذف میشود در نفروشد و یک نفروشد و یک زن. یا ما گفته بودیم که
لا ناهیه، لا ناهیه، لا طبیع، یعنی نفروشد وی یک زن، نهیش میکنی، از فروختن نهی میکنی. لا طبیع، لا طبیع، لا یبیعنا، جمع زنانش. لا طبیع، اکنون رسیدیم در این. لا طبیع، نفروش تو یک مرد. لا طبیعا، الف که اومد این حرکت قبول میکند و یا که حذفش کردیم اکنون یا چکار میکند؟ بر میگردد. پس میشه لا طبیعا، نفروشید شما دو مرد. لا طبیعو، نفروشید شما همه مردها. لا طبیعی، نفروش تو یک زن. لا طبیعا، نفروشید شما دو زن. لا طبیعنا با یا حذف می شود. برای چی؟ به خاطر اینکه نون مؤنث ساکن است، نون مؤنث حرکت دارد و این عین ساکن می شود، التقای ساکن می شود، باز یا را چکار میکنیم؟ حذف میکنیم. میشه لا طبیعنا، یعنی نفروشید شما زنها. لا ابیع، لا نبیع. لا ابیع همچنین یا حذف شده است، لا نبیع همچنین یا حذف می شود. پس این هست فعل نهی. فعل نهی. خب تا آخر گفت نون ثقیله. با نون ثقیله را میگیم لا یبی، یا بر میگردد. لا یبیعن، لا یبیعان، لا یبیعن. لا طبیعن، لا طبیعان، لا یبیعن، لا یبیعنانی. یا در انمی جمع معنیش حذف میشده است. لا یبیعنانی میگیم. 6 تا غایب، 6 تا مخاطب دا میگیم لا طبیعن، لا طبیعان، لا طبیعن، لا طبیعین، لا طبیعانی، لا طبیعنانی. دقت دادید؟ لا طبیعنانی. پس این شد 6 صیغه چی؟ 6 صیغه مخاطب و 2 تا متکلم. لا ابیعن، لا نبیعن، یا بر میگرده در همش. برای عین حرکت قبول کرد. بانون ثقیله. و خفیفه میگویم که بانون خفیفه میگیم در 6 تا از غایب، در 6 غایب 3 تا 8 میدروید. میگیم لا طبیعن، یا بر میگردد. لیکن لا طبیعن، لا طبیعن، لا طبیعین. دقت دادید؟ فقط اینجا دا چیکار میکند؟ نون ثقیله خفیفه را که موندیم اینجا دا یا بر میگردد. پس میشه لا طبیعن، یعنی نفروشد وی، از یا قطع سر میکنیم غایب است. لا یبیعن، نفروشد وی یک مرد. لا یبیعن، نفروشد وی ها همه مردها. لا یبیعین، کسرش معذرت میخوام. لا طبیع، لا اکنون ت قطع سر میشه. لا طبیعا، نفروشد و یک زن. در همین 3 تاش میدروه خلاص. اکنون میگذاریم در مخاطب. لا طبیعا، نفروش تو یک مرد. لا طبیعون، نفروشید شما همه مردها. اکنون در اینجا یا را کسره قبل. لا طبیعین، نفروش تو یک زن. لا ابیعن، لا نبیعن. با همین نون توکید خفیفه هم خلاص شد. یعنی از 14 صیغه فعل نهی فقط در 8 تاش میدروید خلاص. فقط در 8 تاش میدروید. خب بر اون قیاس که گذشت، بر اون قیاس که گذشت میگد، اما ما بیانش کردیم. اما با همون قیاسی که گذشتگی است. ماضی مجهول. اکنون ما و شما فعل مضارع را با فعل امر و امر بالام و اینها همش خلاص کردیم. فعل نهی همه اینها قطعی خلاص کردیم. اکنون بیاید میگذاریم در مجهول کردن فعل ماضی که فعل ماضی را چطور مجهول کرده می شود. دقت بدید صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که مثلا ضربه فعل ماضی معلوم است، درون که این از باب دوم است. نه ضرب پس ما بایع را ببینید اصل بایع هست. نه چیکار میکنیم؟ دقت بدید. این رو در بدان بارها تکرارا خواندگی هستیم. ما قبل آخر رو کسر میکنیم، حرکتش رو میگیریم کسرش میکنیم و اولش رو دم میکنیم، میشه ضربه. در اینجا چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر یا کی هست کسرش میتیم و اولش رو دم میکنیم، میشه بویعه. دقت دادید چی شد؟ بویعه.
پس بیع را چکار میکنیم ما؟ دقت بتید. بیع را یا بارها گفتیم یا حرف علت است، بر یا حرکت ثقیل است. بر یا حرکت چی است؟ بر یا حرکت ثقیل است. پس ما حرکت یا را بعد سلب حرکت ب، یعنی این حرکت ب که حرکت دارد اول حرکت چه میگیریم، زیرا که ما را تا اگر نگیریم حرکتی را دهی دادن نمیتونیم، یا حرف دو حرکت قبول نمیکند. پس حرکتی را میگیریم و حرکت این یا را در همین ب میتیم، میشود بی. وقتی حرکت در ب دادیم خودش چی میشود؟ ساکن میشود بیع. دقت دادید؟ پس بیع فعل ماضی مجهولی باع هست. بیع یعنی فروخته شد. پس 14 صیغه‌اش میشود بیع بیع بیعو، بیعت بیعتا بیعنا، بعت بعتم و بعتم، بعتی بعتم و بعتن، بعتو بعنا. این 14 صیغه‌اش. پس ما در 5 تا اولش یا می ایستد. بیع بیع بیعو بیعت بیعتا، 5 تا می ایستد. اکنون از ششم بعنا یا را حذف میکنیم. بعنا را برای چی حذف کردیم؟ برای التقاء ساکنان. این یا ساکن، عین ساکن شد، بعدش نونی مؤنث جمع مؤنث شد، التقاء ساکنان یا را حذف کردیم شد بعنا. تا آخر دیگر همین کارا میکنیم. بعت بعتم و بعتم، بعتی بعتم و بعتن، بعتو بعنا. 14 صیغه مجهولی فعل ماضی باع. خب این با آخر رسید. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که ماضی مجهول بیع بیع بیعو تا آخر. بیع در اصل بیع بود، بویع بود. دیدید؟ بیع بود. کسره بر یا ثقیل، کسره بر یا ثقیل کی بود؟ با ما قبل دادند. یا حرکت در ما قبل دادیم، در ب دادیم، شد بیع. بعد سلب حرکت ما قبل گفتیم که سلب میکنیم، اول میگیریم حرکت ب را میگیریم، بعد یا را حرکت در ب میتیم. بعد سلبی یعنی گرفتنی، بعد سلبی یعنی بعد گرفتنی حرکت ما قبل، پس میشود بیع. میگه بیع شد. چطوری گفتیم؟ بیع. و در بیعنا صورتی اکنون دیگر بیعنا را بیان نکرد. بیعنا گفتیم که با التقاء ساکنین چی شد؟ واو یا حذف شد. پس بیع نمیگیم، به این یا بیع عین ساکن میکنیم، نون بیعنا. تا آخر دیگر یا حذف میشود به سبب التقاء ساکنین. خب اکنون یک چیز را میگوید که ما شما را در قاله هم گفته بودیم، کل نده گفته بودیم. اینجا در میگه بیعنا. دقت بتید. بیعنا بیعنا. این بیعنا با 3 معنا هست. چرا در قل نگفته بودیم؟ در بیعنا هم 3 معنا هست. یکم بیعنا یعنی که فروختن ویها زنها در زمان گذشته، فعل ماضی معلوم یک تا شد. و دویمش بیعنا یعنی فروخته شدن ویها زنها، فعل ماضی مجهول، 2 تا شد. و سیمش بیعنا یعنی بفروشید شما همه زنها. دقت دادید؟ 3 چیز رنگی در قاله گفته گفتیم عیناً نموخیل. پس بیعنا ماضی معلوم اصلش چی است؟ بایعنا. بایعنا. این بایعنا بیعنا شد. چرا بیعنا شد؟ بیانش کردیم. بیعنا این فعل اصل بگیم بایعنا بیعنا شد، یعنی فروختن ویها زنها. دویم گفته مجهولش میشه بو یعنا. بو یعنا بعد از اعلال ها شد بیعنا. و سیمش ایب یعنا. دقت دادید؟ ایب یعنا یعنی که ایب یعنا شد بیعنا. خلاصش بیعنا
یا ما قبل فتح یا متحرک ما قبل فتح الفش کردیم شد باعنا التقاء ساکنین الف حذف کردیم و بر کسره دادیم تا اینکه دلالت کنه به یای محذوفه شد بعنا، یعنی که فروختن ویها زنها در زمان گذشته. بویعنا چیکارش کردیم؟ یا را اول بر حرکت چه سلب کردیم، رنگی در اینجا گفتیم حاضر، بر حرکت چه گرفتیم، یا را حرکت چه در ب دادیم به سبب التقاء ساکنین یا را حذف کردیم شد بعنا، شد بعنا. ببینید بعنا یعنی که فروخته شده شما زنها. این بعنا دا چیکار کردیم؟ یا را حرکت چه به ب دادیم، برای یا در حرکت ثقیل کی بود به ب دادیم، مستغنی از الف شدیم، الف حذف کردیم و التقاء ساکنین شد و از اینجا یا را حذف کردیم شد بعنا، یعنی بفروشید شما زنها. و بعنا با دو طریق گرفته میشه، چطوری که در قول گفته بودیم از اقول یا که از تقولو. پس اینجا از تبیعو، از دیم راه آسان هم دارد، تبیعو یعنی که فعل امر با دو طریق گرفته می شود، از اجوف از تبیعو هم گرفته می شود. تبیعو آسان ترک است. ببینید تبیعو، تبیعو چیکار میکنیم؟ حرف مضارعت رو میگیریم، بعدش دیگه متحرکی است، آخرش ساکن میکنیم و یا چی میشود؟ التقاء ساکنه میشود، یا را حذف میکنیم میشود بیع، میشود بیع یعنی بفروش تو یک مرد. دقت دادید به همین طریق گرفته میشه از مخاطب. طریق دیمش رو بیان نکرده بودیم. خب بعد از این چی میگوید؟ میگوید صورت معلوم و در بیعنه میگه صورت معلوم یعنی معلوم فعل ماضی، پس بنویسید معلوم فعل ماضی و مجهول یعنی مجهول فعل ماضی دوتا، و امر یعنی امری حاضر، امری بیلام، امری حاضر یکی شد، یکسان شد، یک خیله شد. بیعنه به سه معنا آمده کنون و در اصل مختلف است، اما در اصل اینها یکی نیستند، اینها گوناگون هستند. چرا که شما دیدید سه نمود است، با اعلال ها و با کارها یک نمود شدند. اصل معلوم بویعنه، اصل معلوم اینجا نیست که بویعنه، بویعنه نه بیعنه است، یا اینجا دا بله اصل معلوم کتاب ما اینجا زیاد بگم نوشتگی است، اصل معلوم بیعنه است، بیعنه. و اصل مجهول انا اصل مجهول بویعنه است، درست بویعنه است. و امر حاضر ابیعنه است، ابیعنه. ببینید ابیعنه است، ابیعنه بود یعنی که اصلشون این طریق بود، پس با اعلال ها بیعنه شد. و مستقبل مجهول اکنون فعل ماضی، فعل مضارعی مجهول. فعل مضارع چطور مجهول میکنیم؟ اکنون دیگر احتیاج به این نداریم، فعل مضارع را میگیریم که با چی طریق ما مجهولش کردیم. دقت بتید میگوید فعل مضارع مجهول مانندی مثلا یضربو، یضربو، پس یبیعو اصل به این طریق می شود، یبیعو. چیکار میکنیم اکنون این را؟ دقت بتید میگوید که اگر در بیدان خوانده بودیم، همون گپی بیدان است، اگر میخوای فعل مضارع معلوم مجهول کنی ما قبل آخر رو فتح کن، فتح میکنیم و حرف مضارعت را گفت چیکار کن؟ دم کن، شد یضربو، یضربو زده می شود، مجهولش کردیم. یبیعو ما قبل آخر رو فتح میکنیم و حرف مضارعت رو دم میکنیم میشود یبیعو، فروخته میشود، یبیعو. خب اکنون یبیعو باز چیکارش میکنیم؟ رنگی یقالو بود که عیناً همون کار است. یبیعو اکنون دقت بتید یبیعو، یبیعو یا در حرکت در یا حرف علت ثقیل است، وزمین است، حرکت یا را در ما قبل میتیم و این حرکت یا را در ما قبل میتیم میشه یوبع. اما این یا چطوری که در یقولو گفته بودیم، این یا در معرضی در جایگاه حرکت که هست و ما قبل مفتوح که هست، این یا را قلب به الف میکنه میشه یو باعو. دقت دادید؟ یباعو، این الف انا همین یا است، انا همین یا است که الف شد یباعو. یباعو یعنی فروخته می شود. پس 14 صیغهش
می شود که یباع یباعان یباعون تباع تباعان یبعن، الف حذف می شود در جمع مؤنث غایبات یبعن میگیم. پس با تباع مخاطب تباع تباعان تباعون تباعین تباعان تبعن، همچنین الف حذف می شود. اباع نباع، پس در دو جا الف حذف می شود، باقی ماندهش 12 صیغه دیگرش با الف می شود. دقت دادید؟ اکنون چی میگد؟ میگد که مستقبل مجهول یباع یباعون یباعون تاخیر بر قیاس یقالو، مانند چی است میگه؟ مانند یقالو. چطوری که در یقالو گفتیم که یقولو حرکت چیکار کردیم؟ در ما قبل دادیم و مثل همین واو رو به الف بدل کردیم شد یقالو، اصلا یقولو بود. با مثل انا همون است میگوید. باع یبیعو یعنی که اجوفیایی از باب دوم به آخر رسید. اکنون میگذاریم در فصل نو اینم به آخر رسید. ما اکنون اجوفی واوی یک تاش را خواندیم، اجوفیایی یک تاش را خواندیم، پس ما دو تا اجوف خواندیم از باب نصر ینصرو اجوفی واوی، از باب ضرب یضربو اجوفی یایی، دو تاش را خواندیم. دو تا دیگرش ماند. اون دو تا از کدام باب ها است؟ دقت بتید. میگوید که فصل درباره اجوفی واوی از باب فعل یفعلو. فعل یفعلو باب چنده؟ باب علم یعلمو، پس باب چهارم بوده است. اینجا را پاک کنیم به خاطر نوشتن این باب نو. میگه که از باب علم یعلمو هست، مانند چی؟ مانند الخوفو، مانند الخوف، ترسیدن. خوف به معنی چه؟ ترسیدن. ماضی معلوم خوف است. بیا اول اصلش بنویسیم تا اینکه ما بفهمیم چیکار کیسیم. مثلا فعل ماضی علم، همین طور نیست؟ علم. پس خوف اینجا میگه که ماضی معلوم خوف است. خوف این الف اصل واو است، پس این طور است اصلش. پس حرکت رو به مثل این حرکت بتین. خ دویمش کسره خویفه، پس علیمه خویفه، خوفه اصل خویفه بوده است. چیکارش کردیم؟ واو متحرک ما قبل مفتوح را قلب به الف که کردیم شد خافه، شد خافه. این الف اصل همین واو است که متحرک است، پیش خودش فتحه است، پس خافه شد. 14 صیغه چنین است: خاف، خافا، خافو، خافت، خافتا، خیفنه. خفنه نمیگیم. رنگی قاله، قالا، قالو، قالت، قالتا، قل نمیگفتیم که اینجا دا خفنه نمیگیم. دقت بتید. واوی است، اجوفی واوی است رنگی قاله، اما اینجا دا خفنه میگیم. چرا؟ زیرا اینجا دا دو تا دعواگر است. ببینید دو دعواگر است. یکم دعوا، اولا بنویسیم خفنه. خفنه را بنویسیم خفنه، خفنه. در بالای خفنه دو دعواگر است. دعواگر یکمش میگوید که این خفنه را، ایره خفنه نگو، ایره خفنه بگو، رنگ قلنه، ایره خفنه بگو. این یکم دعواگر. دعواگر دیمش میگوید که نه، این را باید، دعواگر دیم میگه نه، این را باید خفنه بگوی، تو حق نداری میگه ایره تو خفنه بگوی. ببینید در اینجا دو تا دعواگر است. اکنون ما چیکار میکنیم؟ ببینید چیکار کنیم؟ باید ما گپ این را بگیریم خفنه بگیم. پس این را کی طلب کیسه؟ واو طلب کیسه. زیرا اینکه خفنه در اصل چی است؟ خویف، خویف نست. ما در قلنه گفتیم قولنه است، لیکن قلنه میگیم بخاطر واو قاف دمه میتیم بخاطر واو. اما اینجا دا چرا ما خفنه نگوییم؟ این واو میگوید. دعواگر یکم چی است؟ حرف واو. واو میگوید که این را تو دمه بده تا اینکه دلالت به من محذوفه بکند. میگه من در اینجا حذف شده، میگه بیا این را دمه بده تا اینکه دلالت به من بکند. یا دعواگر. دعواگر دوم باب هست، بابای صرفی. 22 باب صرفی گفتیم علیمه.
پس دعواگر دوم باب میگه که نه، حق نداری تیرا دم بتی، باید تیرا کسره بتی تا اینکه دلالت کند که این از باب علیمه است، کسره دارد. دیدید؟ از باب علیمه. نازکی عربی را بینید. این میگه که نه، تو مان میگه واو مشکل نداره، میگه تا اینکه دلالت کند که این از باب علیمه هست، برای همین خاطر کسرش بته، خیف نشود. پس برای همین خاطر میگیم چی؟ خیف نه، نمیگیم خوف نه. پس واو میگه مع السلامه، تو خوش آمدید، تو برای ما حالا مهمتر نیستی، از تو در مهمتر برای ما را باب هست. باب کی هست؟ از این حساب ما خیر کسره دادیم، رنگ قلنه دمش ندادیم و کسره دادیم، با وجود اونه که واو حذف کردگیم. واو حذف کردیم، ببینید خفیف واو حذف کردیم، اما دمه ندادیم، حرفی خیره. این نازکی را در ذهنتون داشته باشید. پس تا آخر دیگر همین طور می شود. خیف نه، خیفتا خیفتما خیفتم، خیفتی خیفتما خیفتون، نه خیفتو خیفنو. 14 صیغه‌اش خلاص، 14 صیغه‌اش به همین طریق می شود. میگوید که الخوف ترسیدن، ماضی ترسیدن، ماضی معلوم خافه خافو خافو. چطور گفتیم؟ خافه اصل خفیفه بود، واو متحرک ما قبل مفتوح و قلب الف کردیم شد خافه. خافه خافو خافو، خافت خافتو، خفنا خفت خفتم خفتم خفتی خفتم خفتون خفت خفتن تا آخر. خافه میگه در اصل خفیفه بود، همین گپی گفتگیمون خفیفه بود. واو متحرک ما قبل مفتوح، ما قبل او مفتوح، واو رو به الف بدل کردن. واو متحرک ما قبل مفتوح رو واو به الف بدل کردن چی شد؟ خافه شد. چطوری که گفتیم؟ خافه شد. خب خفنه در اصل خفیفنه، از گپی گفتیم خفنه در اصل خفیفنه است، میگه در اصل خفیفنه بود. کسره بر واو ثقیل بود، به ما قبل دادند. کسره واو رو به ما قبل دادیم. چطوری که در قول نگفته بودیم، نه اونجا در کسره، اونجا در فتحه را دادگی بودیم. اینجا در واو این کسره را در چی دادیم؟ در ما قبل دادیم. کسره در ما قبل دادیم. خب در اصل خفیف نبود، کسره بر واو ثقیل بود، به ما قبل دادن بعد سلب حرکت ما قبل، بعد گرفتن این خیره حرکتش ایرا گرفتیم و واو حرکتش در ما قبل دادیم، شد خیوف، التقای ساکنین شد. واو با التقای ساکنین بی افتاد، اکنون واو افتانده برای التقای ساکنین بین ف و بین واو شد. خفیف نه، واو التقای ساکنین شد، بی افتاد و خیف نشد. در اینجا چی داره؟ خیف نه. چطور گفتیم؟ خیف نه، خیف نه شد. در این موضوع بیان باب رو رعایت کردن. باز گپ گفتیم، من همون گپ در این موضوع، در اینجا میگه بیان باب رو گفتیم که دعواگر دو تا است. واو دعوا کسی که را دمه بته، خوف نبگو. باب دعوا کسی که نه کسره بته. پس میگه در این موضوع بیان باب رو رعایت کردن. در اینجا میگه بابا دعوای بابا قبول کرد. دو دعواگر چه گفتن که نه دعوای تو قبول نیست، لیکن بابا دعواش قبول کردن که در اصل فعیله بود. در اصل چی بود؟ در اصل فعیله بود، نه دلالت بر محذوفه مستقبل که معلوم، نه دلالت بر محذوف. یعنی که این خفنه را برنگ بیعنه فکر نکنی که اصل یا است، میگه او طرف فکر نکن. این خفنه اصل محذوف واو است، یا نیست. چطور که در بیعنه گفتیم که کسره میتونیم تو که دل که با یا محذوفه. اینجا در باید کس نه که این کسره که هست پس در اینجا یا حذف شدگی است، واو نه و یا. میگیم نه، در اینجا در واو حذف شدگی است، به خاطری باب شده ما ایرا کسره دادیم. ای دو دعواگر باب دعواش قبول کردیم. خب اکنون فعلی ماضی معلوم با آخر رسید. میگذاریم در مضارع، مستقبل معلوم. مستقبل علم چی می شود؟ دقت بتید. یعلمو. اکنون خفیفه چی می شده است؟ یخوفو. اصل این طریق است، یخوفو. ببینید یخوفو است. چیکارش کردیم ما؟ واو حرف علت متحرک و حرکت در حرف واو ثقیل ما قبلش ساکن، واو حرکت در ما قبلش دادیم. ببینید این واو این خ ساکن کی بود، یا خ حرکتی را دادیم. و واو کی واو ببینید
واو در جای در محل گفتیم حرکت و ما قبل مفتوح واو رو قلب الف کردیم شد یخافو. یخافو فعل چی بوده است؟ مضارع. خاف یخافو اصل یخوفو بوده است. واو متحرک حرکت در موقع بودیم. این واو رو در محلی این نازکی را در قال یقولو گفته بودیم. یقالو برای چی گفتیم الفش میکنیم؟ اصل یقولو بود. حرکت در موقع دادیم چطور در گذشته گفتیم. اینجا هم همین کارا کردیم. گفتیم واو اصلا حرکت دایی دادیم ساکن شد، اما در محل حرکت در جای حرکت کی است ما قبلش فتحه کی است واو رو قلب الف میکنیم میشه یخافو. دقت دادید؟ یخافو مستقبل معلوم یخافو یخافون یخافون تا آخر 14 صیغه‌اش میشود یخافو یخافون یخافون تخافو تخافون یخفن. الف حذف میشود در یک جا شد تخافو تخافون تخافون تخافین تخافون تخفن. در دو جا الف حذف میشود اخافو نخافو. در دو جا الف چی میشده است؟ حذف میشده است در فعل مضارع. باقی مانده 12 صیغه دیگرش با ان همین الف است نوشته میشود. خب تا آخر ماضی مجهول. اکنون فعل مضارع به آخر رسید. میگذاریم در ماضی را چخیر معلوم مجهول میکنیم. دقت بتید برای ماضی را مجهول کردن اینجا را پاک میکنیم و اون ماضی را میگیریم و مجهول میکنیم میبینیم چطور میشود. دقت بتید ما در کتاب بیدان خوانده بودیم فعل ماضی را اگر میخوایم معلوم کنیم قبل آخر را کسر کن. این خودش کسره است میایستد. دقت دادید کسره که هست میایستد و اولش را چیکار میکنیم؟ ضمه میکنیم. پس در اینجا یک کار میکنیم اولش چیکار میکنیم؟ ضمه میکنیم. پس شد علم خویفه. اما خویفه ده به این طریق نمیایستد. چیکارش میکنیم؟ دقت بتید اینجا کم ترک کار دارد. این خا این واو و این ف حرکتی واو رو بعد سلب حرکت خ در خ میتیم. پس میشود این حرکت از واو است دادیم حرکت خچه گرفتیم شد خیوفه. دقت دادید زیرا که حرکت چه گرفتیم در خ دادیم شد خیوفه. واوی ساکن ما قبل کسر را قلب چی میکنیم؟ با یا میکنیم میشود خیفه. این یا اصل واو است پیش خودش کسره کی بود پس واو ما قلب چی کردیم؟ با یا کردیم شد خیفه. پس 14 صیغه‌اش به همین طریق میآید که خیفه خیفو خیفو خیفت خیفتو خیفنه. دیدید خیفنه رنگی بیعنه یا حذف می شود تا آخر دیگر. خفت خفتم و خفتم خفتی خفتم و خفتن خفتو خفنا و مثل ماضی معلوم می شود. گفتم سه چیز یک خیل می آید که در اینجا دو چیز یک خیل می آید که صاحب کتاب شاید بیانش کند. خیف خیف و خیفو تا آخر چطوره تا آخر گفتیمش. مستقبل مجهول چه خیل می آید؟ یخافو. اکنون دقت بتید علم یعلمو یعلمو یخوفو. در یخوفو ما چیکار کردیم؟ همون گپی بدون. اگر میخوای معلوم فعل مضارع رو مجهول کنی ما قبل آخر رو فتح کن. میبینیم فتح است به حال خودش میایستد و حرف مضارعت رو میگه دم کن. پس بیاید حرف مضارعت رو دم میکنیم میشود که یعلمو یخوفو. دیدید یخوفو شد. اکنون چیکار کردیم؟ دقت بتید یخوفو واو چی است؟ واو متحرک است ما قبل ساکن. حرکت در حرف واو گفتیم ثقیل است وزمین است. پس حرکت واو رو میگیریم در قبلش میتیم در خ میتیم که ساکن است میشود یخو. واو ساکن لیکن در محل حرکت واوی متحرک ما قبل اکنون مفتوح شد چرا که حرکت در مقابل دادیم. این در محل حرکت است. پس واوی در محل حرکت ما قبل مفتوح را قلب به الف میکنیم میشود یخا یخافو. دقت دادید یخافو. پس این طریق است. این واو این الف اصل واو است
اصل واو است که قلب به چی شد؟ به الف شد. یخافو. پس 14 صیغه مجهول فعل مضارع می شود. یخافو، یخافان، یخافون، تخافو، تخافانی، یخفن. الف حذف میکنیم. در یک جا شد تخافو، تخافانی، تخافون، تخافین، تخافانی، تخفن. الف حذف میکنیم. در دو جا در فعل مضارع الف حذف میشده است. اخافو، نخافو. دقت دادید؟ در اینجا میگه مستقبل مجهول یخافو منهو کرده است. یخافو منهو. ببینید یخافو منهو، یخافو منهو، یخافو منهو. اکنون این چیزی که گفتیم ما با ترازو کشیدیمش. 14 صیغه یخافو را گفتیم. اما در اصل یخافو به این طریق پیشتر گفتیم اون طریق نمی شود. زیرا اینکه این دیگه تغییر نمی، این یخافو می ایستد، فقط منهو تغییر می. این ما در درس گذشته گفتیم که اگر میخواهی که فعل ماضی یا فعل مضارعی لازم را متعدی کنی با تغییر دادن باب یا که با حرف جر خط متعدی میکنی. پس منهو انا همین خاف یخافو فعل لازم است، غایب چی مجهول نمی شود. پس ما به سبب حرف جر مجهولش کردیم. پس این را به این طریق میگو. این نازکی را دقت بتید. یخافو تغییر نمییابد تا 14 صیغه را فقط این تغییر مییابد. پس میگیم یخافو منهو، یخافو منهما، یخافو منهم، یخافو منها زنانه ده، یخافو منهما، یخافو منهن، یخافو منک، یخافو منکما، یخافو منکم، یخافو منکی، یخافو منکما، یخافو منکن، یخافو منی، یخافو منا. دیدید؟ یخافو یگان چی تغییر نمیده. در 14 صیغه فقط اینجا را تغییر دادیم. چرا؟ زیرا اینکه ما متعدی کردیم فعل لازم رو به حرف جر، پس این ضمیر تغییر می‌یابد، نه اینکه فعل. پس فعل در حال خودش می ایستد. این یه نازکی، این را در نحو با تفصیل میخونیم. اما پیشتر من یخاف یخافون یخافون یخاف یخافون یخافون گفتم 14 صیغه اش رو برای گفتیم صرف ترازو است. هر چیز را بیار میکشش، هر چیز را بیار. اون لازم است یا متعدی است، مجهول و معلوم کرده رفتنش میگیرد. خب یخافو منهو تا آخر، تا آخر همین طور گفته میشه. چی طور گفتیم که این را تغییر داده میگه منهو، منهما، منهم. یخافو در جای خودش می ایستد. امر حاضر، امر حاضر چطوره که شما میدانید ما و شما فعل امر را از ببینید علم یعلمو را از چی فعل امر میگیم؟ از تعلمو، از تعلمو فعل امر میگیریم. خاف یخاف را از چی میگیریم؟ از تخ وفو، از تخوفو فعل امر میگیریم. چی کارش میکنیم؟ اولین کاری که ما میکنیم حرف مضارعت رو از بین میبریم. حرف مضارعت از بین رفت. حرف مضارعت از بین که رفت عین ساکن دارد و خ ساکن دارد. احتیاج به الف داریم. الف همزه وصل، همزه وصل میاریم. نگاه میکنیم که عین باب فتح است. اگر عین باب فتح باشد الف همزه وصل کسره میتیم. اینجا هم همین طور کسره میتیم. دقت دادید؟ کسره دادیم و آخرش حرفی صحیحی که هست ساکن میکنیم. اینجا اعلم، بدان، امر بود شد. اما در اینجا امر بود نشده است. چرا؟ زیرا اینکه در اینجا ما واو حرکت دارد. حرکت در واو ثقیل است. ببینید پس ما واو حرکت در خ میتیم. پس به این طریق میشود ایخ ای حرکت در این داده میشود ای خو. اینجا التقای ساکنین شد. التقای ساکنین دقت دادید؟ پس به سبب التقای ساکنین واو حذف میکنیم میشود ای خف. دقت دادید؟ ای خف شد. واو حذف کردیم. وقتی که خ حرکت کی گرفت اینجا خ ساکن داشت احتیاج به الف داشتیم. خیر حرکت کی دادیم بعد حرف مضارعت احتیاج به همزه نداریم میشود خف. فعل امر خف خافا میشود بعد دو تگش خف خافا خافو. دقت دادید؟ خافی خافا
خفن جمع زنانش. خف یعنی تو یک مرد بترس. خافا شما دو مرد بترسید. خافو شما مردها همه کسا بترسید. خافی تو یک زن بترس. خافا شما دو زن بترسید. خفن شما همه زنها بترسید. دقت دادید؟ پس این هست فعل امر. میگد که تا آخر چطوری که حالا گفتیم نون ثقیله. با نون ثقیله چطور میگوییم؟ با نون ثقیله پس خف را ببینید، خف را با نون ثقیله به این طریق میگوییم. خافن. یک چیز دیگر فراموش شده است. این الف از کجا پیدا شد؟ این الف از کجا پیدا شد؟ این الف وقتی که ما در مثنا رسیدیم، مثلا دقت بتید تخا فا تخافانی فعل امر که میگیریم از اول حرف مضارعت رو حذف میکنیم. دقت دادید؟ حرف مضارعت رو حذف میکنیم، از آخر نون حذف میکنیم، میشود چی؟ خافا. شما دو کس بترسید. الف دارد در اینجا. در اینجا چی دارد؟ الف دارد. اصلش تخوفانی بود. تخوفانی. چطوره که در اینجا واو حرکت در ما قبل دادیم و بعد این واو قلب الف کردیم، اینجا هم همین کار کردگی هستیم. اینجا هم همین کار کردگی که هستیم. برای این واو این الف اصل واو هست. اصل واو است. پس میگوید که خافن این الف بی برگشت. خف الف ندارد. برای التقاء ساکنین الف حذف کردیم یا واو حذف کردیم. این واو قلب الف شد، حذفش کردیم. اما خافن نده اینجا دیگه التقاء ساکنین که نیست، الف برگشت. الف برگشت. اصل این الف گفتیم چی؟ واو هست. اصلش واو هست. خافن خافانی یعنی دو زن، دو کس، زنی که الف دارد. خافا اینجا الف دارد. خافانی نه این یک تگش بود. خافن بله، خافن یک تگش است، یعنی که بترس تو یک چی؟ یک. خافن یعنی بترس تو، حتما بترس تو یک مرد. اما اگر دو تگره که گفتیم پس چی میگوییم؟ خافانی را کسره میتیم. خافانی شما دو کس بترسید. خافون واو حذف میکنید، واو ضمیر جمع مذکره. خافون نمیشود، بترسید شما همه مردها. خافین خافی بود، یا داشت یا را حذف میکنیم یا مؤنث مخاطبه را. خافانی شما دو زن بترسید. خفنانی میشود جمع زنانش. خف دیگه الف بر نمیگردد. خفنانی یعنی شما همه زنها بترسید. و خفیفه نون ثقیله چطوری گفتیم؟ و نون خفیفه قطعا می آید. و نون خفیفه مانند چی؟ مانند اکنون میگم اینجا در خافا میگفتیم کو چی میگشت؟ الف بر میگشت نه؟ نون ثقیله را خفیفه را میاریم چی میشود؟ خافن. ببینید خافن نون ثقیله قطعی توکید ثقیله. خافن خافان در مثنا نمیده، در سه جا میدراید. خافن یعنی که تو یک مرد بترس. خافون شما مردها همه کسا بترسید، حتما بترسید. خافین شما یک زن، تو یک زن بترس. خافون در اینجا واو بود، واو حذف کردیم. خافین کسره در یا بود، یا را حذف کردیم. این واو ضمیر جمع مذکر یا مخاطبه مؤنث. خب بر قیاس گذشته میگوید، یعنی که چطور در گذشته گفتیم اما ما اینها را یک یک بیان کردیم. و اجوف اکنون به همین خلاص شد. لیکن شما دقت دادگی باشید، ما در با عیبیو اسم فاعل نخوندیم، اسم مفعول هم نخوندیم. همچنین در خافه یا خافو اسم فاعل اسم مفعول تا به حال نخوندیم. اکنون خلاص شد میگه. لیکن در اینجا یک قاعده که خوب من میتید، دقت بتید تا اینکه بفهمید که اجوف از کدام باب ها اومد و از کدام باب ها نه. دقت بتید، یک قاعده چه که خوب است. یا تون باشد یک مسئله
باب ها را گفت بعد تقسیم می شود، باب های اصول فروع گفت، ما گفتیم در کار نیست، مهم نیست از یاد کردنتون. اینجا در اشاره بر آن همون میکنن، میگه که اجوف از 3 باب اصول آمده است. میگه که اجوف از 3 باب اصول آمدگی. خلاص بابای اصول چی بود؟ نصاره، یکم باب نصاره، دویم باب بابی ضربه، سوم باب بابی علمه. این باب ها را ما باب های اصول گفته بودیم در گذشته. گفته بودیم برای چی؟ به خاطر اینکه نصر ینصرو عین باب در حرکت ها فرق میکند، ضربه یا ضربو عین باب در ماضی و مضارع فرق کرد، علم یعلمو فرق میکنه، برای خاطر اصولش میگم. خب چی میگه دکنین؟ و اجوف از 3 باب اصول آمده است. اجوف از نمی 3 باب آمدگی است. خلاص اجوف از چند باب آمده است؟ از 3 باب. خب اجوف واوی از باب نصره آمده است، مانندی قاله که در اصل قوله بود. این یک اجوف، دقت بتید. اجوف یایی از ضربه آمدگی است، مانندی چی؟ باع در اصل چی بود؟ بیعه بود. دقت دادید؟ دوتا شد. و اجوف واوی باز از باب چی آمده است؟ از باب علمه آمده، مانندی چی؟ خافه در اصل چی بود؟ خفیفه. دقت دادید؟ پس اجوف از 3 باب اصول آمدگی است. پس ما گفتیم از واوی را دیدیم، ما از باب یکم آمده است و از باب 4 آمده است. لیکن یایی از باب 2 آمده است و دویمش از کجا است؟ یا تا دیگه هم یایی داریم، اون از باب علمه هست. او را حاضر بیان خواهیم کرد. اولا اسم فاعل اسم مفعول این را بیان بکنم، یا که اول او را بیان بکنیم. اینجا در از باب علمه این خفیفه است، اجوف واوی است. با از باب علمه اجوف یایی داریم، اون هابه است. هابه در اصل چی بود؟ حیبه بود. هابه در اصل حیبه بود، رنگ علمه. خافه گفتیم خفیفه است، هابه در اصل حیبه یا اصلش این طریق است، حیبه. چیکارش کردیم در جمع؟ یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم شد هابه. دقت دادید؟ هابه. پس 14 صیغه اش رو دیگر میدونید، چرا که خافه را گفتید هابه هابتا. پس میگیم هبنا، هبتم هبنا 14 صیغه اش. پس فعل مضارع میشود یهابو، یهابون، تهابانی یهبنا، تهابون، تهابین، تهبنا، اهابو، نهابو. فعل امرش هب، هابو، هابی، حبنا. فعل امرش هابه ترجمهش یعنی که بزرگ دانست، بزرگ شمارید. مثلا هاب الولد اباهو، یعنی فرزند پدرش رو بزرگ شمارید. این معنای چی؟ هابه است. یا هابه به معنای ترسیدن هم میشود. هاب الولد من الکلبی، یعنی که کودک از سگ ترسید. پس هابه به دو معنا می اومده است. خب اکنون ما فهمیدیم که اجوف واوی از 2 باب آمده است، از باب نصره قاله و از باب علمه خافه. پس بنویسید که 2 باب. و اجوف یایی از 2 باب آمده است، از باب ضربه مانندی باعه، از باب علمه مانندی هابه. خلاص باب ها را اجوف یایی را کاملا بیان کردیم. خب بگذاریم به سخن صاحب کتاب که چی میگه. میگه که اسم فاعل از باع بائعون، از باع میگه اسم فاعل بائعون هست. این باع را اسم فاعلش چی بوده است؟ بائعون. اصل بائعون است. این طور است. ببینید در قاله گفته بودیم بائعون، اصل بائعون هست. اما یا بعد الف زائده که آمد یا را قلب حمزه کردیم شد بائعون. این طریق این یا چه در قاله گفتیم قاولون هست، پس واو را قلب حمزه کردیم شد قائلون. یک مثال بگیم قاعده معین گفته بودیم. یا صاحب کتاب گفت که
واو در فعل ماضی گفت قلب الف شد. در اسم فاعل گفت اون الف را حرکت کسره میتیم، پس می شود قابائعون می شود گفت. یا که یا را گفت در فعل ماضی که قلب الف شد، در اسم فاعل گفت این الف را کسره میتیم، پس می شود بائعون. با گفتی صاحب کتاب. دقت دادید؟ این درسی گذشته بود. میگه بائعون اسم چی است؟ فاعل است. پس 6 صیغه‌اش می شود بائعون، بائعان، بائعون، بائعتون، بائعتان، بائعاتون. 6 صیغه اسم فاعل. 6 صیغه اسم فاعل. اسم مفعول مبیعون می شود که در اصل میگوید مبیعون و مثل مضروبون. ببینید ضرب یضرب اسم مفعولش چی می شود؟ مضروبون، مضروبون. پس باع یبیعو اصل باید بشود مبیوعون، مبیوعون. دقت بدید میم در اول، در اینجا واو زیادی شد. مبیوعون. اکنون چیکار کردیم در اینجا؟ دقت بدید. میگه که یا در حرف یا که حرف علت است حرکت ثقیل است، یا را حرکت در ب میتیم. ببینید می شود مبوع. این حرکت چیه؟ یا است. اینجا التقای ساکنان شد. التقای ساکنان شد. رنگ قاله به مثل قاله که ما ای را حذف کنیم، عین باب را، یا واوی زایده را حذف کنیم. کدامیش حذف کنیم؟ یا اسم واوی اسم مفعول حذف کنیم، یا که یای عین باب را حذف کنیم. عین باب کدامیش حذف کنیم؟ مثلا اختلافی است در بابی قاله گفته بودیم. پس ما در اینجا هر کدامش که باشد مثلا میتونیم بگیم که یا واو را حذف کردیم. واو را چکار کردیم؟ حذف کردیم. ببینید واو را حذف کردیم یا را حذف کردیم، مشکل ندارد. واو را یا را حذف کردیم، یعنی عین باب حذف کردیم، عین باب را. پس شد مبوعون. پس مبوعون که شد بمانه، اگر که ما واو حذف کردیم یا بماند، یا را با قلب واو میکنیم. ببینید با همین کار دیگه شو بکنیم تا اینکه فهمو شود. مبوعون اگر همین طور که باشد التقای ساکنان شد. اگر ما واو حذف کردیم این یا را با قلب واو میکنیم. برای یای ساکن ما قبل مفتوح قلب چی میشود؟ با واو میشود. باز میشود همون مبوعون، همین یک چیز میشود، مبوعون میشود. وقتی مبوعون شد به مثل مقولون میشود. قال یقولو اسم مفعولش چی بود؟ مقولون. پس یک کس اگر ما بگیم مبوعون فکر میکند که این اجوفی واوی است، نمیداند که اجوفی یایی است. از این حساب ما میگیم که مبوعون برا کسره میتیم تا اینکه دلالت کند به یای محذوفه. وقتی که برا کسره دادیم پس این واو قلب به یا میشود، پس میشود مبیعون. دقت دادید؟ میشود مبیعون. به این طریق مبیعون میشود. مبیعون شد. فرقی ندارد که این یا اصل واو بود، اصل این واو است، یا این یا اصل این یا است. فرق ندارد. کدامش که باشد خلاصش میشود مبیعون. مبیعون یعنی فروخته شده، اسم مفعول. مبیعون اسم چی است؟ اسم مفعول. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که اسم مفعول مبیعون که در اصل مبیوعون بود. مبیوعون بود. چیکارش کردیم؟ ضمه بر یا ثقیل بود. ضمه بر یا ثقیل که بود، ثقیل بود، نقل کرده به مقابل دادند. نقل کرده به ب دادیم. چطوره که اینجا دادیمش مبوعون شد. این یا را حرکت در ب دادیم. فهمو؟ به مقابل دادند. بعد چیکار کردیم؟ ثقیل بود، نقل کرده به مقابل دادند، پیش بعض یا افتاد و مبوعون شد. پیش بعضی یا افتاد شد مبوعون. چطوره گفتیم؟ اختلاف است که این یا حذف میشه یا که واو. پیش بعضی ها میگه چی؟ واو. پیش
بعضی یا افتاد، این یا افتاد یعنی عین باب افتاد و مبوع شد. بعد واو رو یا کردن. این واو رو بعد یا کردیم. برای چی؟ به خاطر آنه که این ب را که حرکتی یا را دادگیش بدیم با کسرش دادیم که دلالت کنه که این اجوف یایی است، دلالت به یای محذوفه کند، کسرش داده بدیم. بعد میگه واو رو یا کردن. این واو یا شد، ما قبل یا مکسور کردند. واو رو یا کردن، ما قبل یا مکسور کردن تا مشتبه نشود به اجوف واوی. مبیعون شد. چطور گفتیم که اگر ما مبوعون بگیم رنگ مقولون است، اجوف واوی در برابر می شود. رنگ قال یقولون مقولون اسم مفعول بود، اینم به مثل همون می شود. برای اجوف یایی از فرق که می کند از این حساب ایرا ما کسره دادیم تا که شود مبیعون، به خاطر مشتبه نشدن، مانند نشدن، تا مشتبه نشود یعنی مانند نشود به اجوف واوی، رنگ مقولون نشود. مبیعون شد. چطور دیده شما؟ مبیعون شد بر وزن مفعلون. پس این مبیع را شما میتونید که دو نمود ترازو کشی بکنید. دقت بتید، دو نمود ترازو کشی بکنید. میتونید بگویید که مبیعون بر وزن چی است؟ بر وزن مفعلون هست. مفعلون. اگر بگید بر وزن مفعلون هست، معلوم میشه شما واو حذف کردید. این یک قول است، واو حذف کرده می شود. پس شما واو حذف کردید. یا می شود بگویید که بر وزن، صاحب کتاب چی میگوید؟ بر وزن مفعلون و پیش بعض واو زایده افتاد مبیعون شد. بر وزن مفعولون بر وزن مفعولون. بر وزن چی می شود؟ اگر که ما واو حذف کردیم بر وزن مفعولون می شود. یا که نه واو مفعولون. دقت بتید، مفعولون. این واو اگر حذف کردیم بر وزن چی شد؟ مفعولون. یا بر وزن مفعولون ضمه با کسره بدل کردند مبیعون شد. بعد اینجا در یاش بکنیم تا اینکه دلالت بکند. یا که در اینجا ما چی را حذف کردیم؟ واو حذف کردیم. در اینجا باید بر وزن چی شود؟ ما یا را حذف کنیم. بعد میشه بله می شود واو مفعولون. پس ما این را کسره دادیم برای چی؟ برای باب اجوف یایی است گفته. پس این واو را قلب چی کردیم؟ قلب یا کردیم. شد مفیلون. دیدید؟ مفیلون. پس مبیعون بر وزن مفیلون است، یعنی عین باب حذف شدگی است. این یایی که میبینید اصل واو هست. این یایی که میبینید اصل واو هست. مبیعون شد بر وزن مفعولون ضمه با کسره بدل کردند مبیعون شد. مفعولون بود بدل کردند به مبیعون شد. بر وزن مفعلون. اسم فاعل از خاف خائفون گرفته می شود. یعنی که خافه، از خافه اگر میخواهی اسم فاعل بگیری رنگ باعه بری، اصل چی است؟ خافه اصل واو کی هست؟ به این طریق است. اصل می شود اسم فاعلش خاویفون. خاویفون. اما واو رنگ قاویلون ای. واو بعد حرف همزه زایده، بعد الف زایده که اومد قلب همزه می شود خائفون، یعنی یک انسانی ترسنده. خائفون می شود. پس میگه بر قیاس قائلون. چطور گفتیم؟ خاویفون اگه قاویلون واو رو قلب همزه میکنه می شود خائفون. قاویلون رو همزه میکنه میشید قائلون و مثل همون. خب بر قیاس قائلون اسم مفعول، پس 6 صیغه فعل اسم فاعل میشد خائفون، خائفانی، خائفون، خائفتون، خائفتانی، خائفاتون، خوائف. این صیغه منتهی الجموع است. خب اسم مفعول مخوف منه می شود. اسم مفعول چی میشد است؟ مخوف منه. دقت بتید که این
رنگی مقولون گرفته می شود. رنگی مقولون مخوفون منه می شود. مخوفون اصل مخوفون ای مخوفون. این یک واو، این واو است. این الفی که در اصل واو بود. این واو دوم از اسم معلومون واو دارد که این واوی اسم مفعول هست. دو واو. اکنون چیکار میکنه؟ حرکت در واو ثقیل است، حرفی خید میتیم می شود مخوفون. مخو ببینید مخو التقای ساکنین شد. حرکت واو در خی که دادیم التقای ساکنین شد. اینها را یک تشه حذف میکنیم. اختیار داریم. بارهایی را تکرار کردیم. می شود که واوی زائده را حذف کنیم. پس می شود مخوفون اسم چی؟ اسم مفعول. اسم مفعول مخوفون منه. پس میگه شد مخوفون. مخوفون شد که در اصل مخوفون بود. چطور گفتیم که در اصل چی بود؟ مخوفون. پس در اینجا ما چیکار کردیم؟ مخوفون منه که در اصل مخوفون بود. یکی از دو واو افتاد. میگه که یکی از دو واو افتاد. در اینجا دو تا واو که هست. پس از این مخوفون بود. یکی از دو در اصل مخوفون بود. یکی از دو واو میگه افتاد. یکی از دو واو افتاد. ببینید در اینجا دو تا واو است. مخوفون یک تا واو دارد. پس معلوم میشه یکی از این واو ها افتاد است. به همون مسئله خلافی پیشتر. یا این واو زیاتی افتیدگی است، واو زایده، یا عین باب افتیدگی است. یکش افتید. بعضی میگن واو زایده افتاد، بعضی میگن واو چی افتاد؟ واو اصلی باب، عین باب. چنانکه در مقولون گفته شد. چطوره که میگه این مسئله را کدام واو افتیده است؟ بعضیا گفتن این طور اون طور. در مقولون میگه ما گفته بودیم مقولون اصلش مقولون بود. در دو تا واو قطعی بود به مثل همین مخوفون. اما مقولون میشد و مسئله خلافی را در اونجا بیان کرده بودیم. اما در اینجا اسم مفعول میگه مخوفون منه میشود. در این آخرش یک کلمه منه همراه میشود. چطور گفتیم که اسم فعل مجهول از فعل متعدی مجهول میشود. فعل لازم مجهول شده نمیتونه مگر با حرف جر مجهول میشود. یا اسم مفعول همچنین از فعلای متعدی گرفته میشود. خافه که فعل لازم هست، وقتی ما اسم مفعول میگیریم مخوفون منه میگیم، با این من متعدیش میکنیم تا اینکه ما از او اسم مفعول گرفته بتوانیم. پس با همین طریق ما از او چیکار میکنیم؟ اسم مفعول میگیریم. پس مخوفون منه. پس در اینجا همچنین همین آخرش تغییر مییابد. میگیم که مخوفون منه، مخوفون منهما، مخوفون منهم. سه صیغه مذکر چه گفتیم؟ مخوفون منها، مخوفون منهما، مخوفون منهن. سه صیغه مؤنثش رو. پس مخوفون تغییر نمییابد. فقط این ضمیر آخری منه، این همین ضمیر آخر تغییر مییابد بس. دقت دادید؟ اما با همچون ترازو اگر بکشیم رنگ مقولون میشود. مقولون، مقولان، مقولون، مقولتون، مقولاتون، مقولاتون. گفتم اینا با مثل همون میشه. مخوفون، مخوفان، مخوفون، مخوفتون، مخوفتون، مخوفاتون. پس همین طریق میشود. اما چطور گفتیم که این فعل لازم که هست اسم فاعل باید با حرف جر متعدی کرده شود تا اینکه اسم مفعول گرفته شود. اسم مفعول از فعل متعدی می آید. خب اکنون این فصل به آخر رسید. ببینید ما و شما اجوف واوی را خواندیم که از دو باب می آمده است. از باب نصره و از باب علیمه. از باب نصره به مثل قاله، از باب علیمه به مثل خافه. هر دینو اجوفی واوی است. پس دو تا اجوف واوی را یافتیم جایش را. اجوف یایی از دو باب می آید. از باب دوم با یبیعو و از باب چهارم هاب یهابو. دقت دادید؟ هاب یهابو. پس همچنین اجوف یایی هم در دو جا می آید. این رو هم بیان کردیم. اما یک مسئله دیگر ماندگی است که یک فعل داریم ما به نام تاوولا. پس تاوولا از باب چند است؟ از باب پنجم است. از باب
حسونه است، از باب شروفه. پس ما گفتیم که از باب یکم و دوم و چهارم میاد، اینم اجوف است، اجوف واوی است. از باب چهارم آمده است کو این را بعضی میگن که نه این طاوله نیست، این طاوله است. طاوله است به مثل قوله، واو مفتوح ما قبل فتحه، قلب چی شد؟ قلب علی شد، طاله شد. این طور خلاف است. اگر کسی همین مثال رو بیاره طاوله بگوید از باب پنجم هست، پس اجوف از باب پنجم میآید، پس جوابش همین است. بعضیا گفتن که از باب 5 است، اما بعضی دیگر میگه که نه اون اصل طاوله است، یا طاوله نیست، از باب یکم است، از باب نصاره، رنگی قوله، رنگی قاله. پس این بود درس ما و شما درباره اجوف و همچنین اجوف را هم به آخر رسانیدیم. درس آینده، درس 13 ما و شما در مسئله درباره ناقص است. آخرین حرف کلمه حرفی چی باشد؟ حرف علت. درس آینده میخونیم که ناقص از چند باب میآید و کدام و چه اعلال ها و دیگرگونی ها در ناقص میشه.